سلام، مشکان قربان نژاد هستم، کارشناس تجاری شرکت مهاجرتی اورو. اگر شما یا اطرافیانتون علاقه‌مند هستید در کانادا یک بیزینس استارتاپی راه اندازی بکنید و از طریق اون برای خودتون و خانواده درجه یکتون اقامت دائم کانادا یا PR دریافت کنید، این ویدیو برای شماست و میتونید با دیگران شیر کنید. در روش استارتاپ بین 1 تا 5 نفر از اعضای یک تیم که میتونن از بین خانواده یا دوستان خودتون باشن، در قالب یک ایده بیزینسی نوآورانه یا یک فیچر نوآورانه یک بیزینس رو به یکی از سازمان‌های مورد تایید کانادا ارائه میدن و از اونها نامه حمایتی یا letter of support دریافت میکنن. بعد از گذراندن این پروسه تخصصی که زیر نظر کارشناسان متخصص تجاری ما انجام میشه، تمام اعضای تیم میتونن برای خودشون و خانواده درجه یکشون که شامل همسر و فرزندان زیر 22 سال میشه، از اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت دائم بدن. اعضای اصلی تیم محدودیت سنی ندارن و از لحاظ مهارت زبان باید دارای آیلتس جنرال 5 باشن. ما با تیم متخصص تجاریمون در شرکت مهاجرتی اورو در تمام این مراحل کنار شما هستیم.